شام کوکوی بادمجونه. حالا من زیاد دوست ندارم چون مامان درست کرده. من شما دید گفت تو مادر داری؟ گفتم آره. گفتم تو کجا من نمیشه فلوره جان افتادم چی افتادنی چی قشنگی افتادم ساعت 9 بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز که نه امشب رفتم خونه مامان یه سر بهش بزنم. دیدم مامان داخل کوچه است میخواد بره به دوستش سر بزنه. این شد که مامان رو رسوندیم پیش دوستش. بعدش هم گفتم که بیاد اینجا با هم دیگه آموزش کوکوی بادمجونی که قولش رو بهتون داده بود و درست کنیم ان شاء الله. سلام علیکم. احوال شما خوب استید؟ قربان شما، خیلی ممنون. سلامت باشی. با هم امشب خیلی بادمجان کوکو چکنی. کوکو بادمجان. آره اول بادمجون پوست نمیبینیم. دارم میپرسم میبریم بعضی نفر با پوست درست نه من نمیبینی اینا رو دارم میدم بالا. الان میان یه عده ایراد میگیرن انگشترامو در میارن ساعت که بتونم این غذای خوشمزه رو درست کنم. خب دوستان همتون لطف داشتین اون ویدیویی که با مامان گذاشتم و مامان در مورد بچه داشتن و نداشتن داشت با من صحبت میکرد و گفتیم که نظراتتون رو بنویسید. من دقیقا اون شبی که ویدیو رو گذاشتیم دروغ نگم تا 4-5 صبح داشتم کامنت جواب میدادم. فرداش هم همینجوری کامنت خلاصه همه نظراتشون رو تا اونجایی که میتونستم برام نوشتن. چی گفتن؟ اکثرا اولا که همه قربون صدقت رفتن چون خیلی تو رو دوست دارن. با همه دوست داشتنی که داشتن یه سریا میگفتن نه موافق با حرف مامان نیستیم به خاطر اینکه شرایط اقتصادی، اجتماعی، اینکه خودتون علاقه دارید یا نه، همه اینا مهمه و الان مثل قدیم نیست. بچه‌ها دارم عین اون چیزایی که نوشتین رو میگم. ما یه سری هم تو رو خیلی دوست داشتن میگفتن که مامان گناه داره، حالا به خاطر مامان ما دوستش داریم، بذار به آرزوش برسه، هر نوه‌ای خلاصه یه بویی داره و از این جور داستانا. ولی در حقیقت اگر حساب کنم مثلا 3 قسمت کنم اون چیزایی که برای من نوشتن میشه گفت واقعا 2/3 با نظر من موافق بودن. میگفتن که تا وقتی که تو عادل مثلا از نظر ذهنی، از نظر شرایط روحی، روانی، مالی به اون درجه نرسیدین، اگر بخواین واقعا بچه داشته باشین خب مطمئنا به مشکل برمیخورین چون خودتون علاقه نداشتین، به خاطر حرف دیگران بچه آوردین و دیگه خیلی چیزای دیگه. من حالا خیلی مختصر مفید گفتم الان بهتون چون مامان نمیتونه کامنت ها رو بخونه گفتم جلوی خودتون به مامان بگید چطور میشه. ولی واقعیتش اینه که خوشحالم که مثل من خب فکر میکنید به خاطر اینکه واقعا الان مثل قدیم نیست. قدیما فقط مادرها مثلا اون مسئولیت رو بر عهده داشتن، الان باید هم مادر هم پدر هر دوتا پشت بچه باشن، هر دوتا بخوان که بتونن این مسئولیت رو بپذیرن و خلاصه اینطوری. والا منم به خدا بی شما دروغ نیست. میدونم ماما حالا به خاطر خودش نه. به خاطر من نمیخواستم چون من که الان 2 بچه دارم، امیرعلی دارم 2 نوه که داریم ماشاءالله، ولی بچه کوچولو خیلی دوست دارم. ولی خدایی فکر کردم عادلم بچه دوست داره. واقعا دیگه نمیدونستم بچه من به عادل یه حرف خصوصی زدم. عادل تو چیکار کنم؟ تو بس میخواستی به من میگه ماما منم بچه نه ما میدونی عادل تو اخلاق عادل دیگه باید تا الان بدونی. عادل خجالتیه و این اخلاقش خوب نیست، به نظر من خوب نیست و همیشه هم تو زندگیش به خاطر همین قضیه به مشکل برخورده. آدم خجالتی روش نمیشه نبگه، در حالی که من بعد از حالا یه مدتی تصمیم گرفتم که همچین آدمی باشم. اگه واقعا یه چیزی نظرم نیست، اگر تو یه جمعی اختلاف نظر با کسی دارم، حالا محترمانه بگم نه، ولی اگه دیدم طرف زیاد داره اصرار میکنه دیگه اون رو بالا میاد و رفتار ناشایستی از من سر میزنه. ولی درستش اینه که اینجور مسائل خصوصی، میدونم خیلی از مادرها، مادر شوهرها دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. حالا میدونم تو اصلا قصد بدی نبود، ولی یه سریا همین مطلبی که میگن طرف واقعا شاید دوست داره بچه بیاره خب ولی خب شرایط نداره، مثلا بچه دار نمیشه. این میدونی گفتم آبشو میخوام بگیریم به خاطرم. مثلا بچه دار نمیشه، همین که طرف میاد اینو بهش میگه واقعا روحیش به هم میریزه، افسرده میشه. مثلا این جور چیزا هم هست دیگه بچه‌ها. خب اینو رنده درشت کنم یا ریز؟ درشت کنم. بچه تا اینجا کارو که دیدین اینو قشنگ چیز کردم، پوست کندم، الانم رنده میکنم.
ولی بچه من به خاطر که عادل شاید دوست داشتم، من یکی به خاطر پدر مادر عادل، چون گفتم اونا بچه کمان، مثلا ما الان نوه داریم، بچه ها زیاده معلومه، گفتم مثلا اونا دو تا پسرن دیگه، گفتم یه دونه نوه برای اونا بیاره، اونا ذوق میکنن، خوشحال میشن. ولی دیدم من به عادل یه حرف زدم، عادل آورد برای ستاره غروب اومد با تیر من. حالا یه چیزی بگم، ولی خیلی ها گفتن کار خوبی کرده عادل گفته، آدم نباید چیزی رو پنهون کنه، عادل که نمیکنه، ولی اینم خدای خیلی ها گفتن که کار خوبی دیگه منم الان خاطر جمع شدم بچه، از عادل خرجم میگه ها، بس یه دو ماه دیگه نه دیگه حرف بچه رو اصلا نمیزنم، اصلا دیگه حاضر نیستم ستاره بچه بیاره. عادلم چون دوست نداره دیگه، من چون عادل میدین چی داشت میگفت، ما امروز بچه‌ها اینو اتفاقا می‌خواستم بهتون بگم، یکی از همسایه‌هامون کل ساختمون فقط یه بچه کوچیک هست که تازه به دنیا اومده و اینا، بعد واقعا پدر با حوصله، خدا حفظش کنه انشالله. اونجوری خیلی در ارتباط نیستیم ولی همینجوری من هر از گاهی میبینم و اینا، یه ساعتایی که پدرش از سر کار میاد بچه رو مثلا میاره پایین تو حیاط دور میزنه، یه وقتا هوا خوبه میبره بیرون سر کوچه قشنگ، مثلا یه تایمی رو با همون از سر کار اومده، مثلا پدر خسته است ولی این کار میکنه، واقعا درستش همینه. یعنی زن و مرد هر دوتا بدونن که وظیفه‌شونه، اینجوری نباشه که فقط مادر مثلا شب و روز نداشته باشه، پدر چون سر کار داره میره پول داره در میاره، مثلا بچه فقط به پای مادرش بمونه. میدونی خیلی مهمه تربیت بچه که پدر مادر هر دوتا بالا سر بچه باشن. و قادر میگه واقعا عجب حوصله‌ای داره، خدا حفظش کنه. من اصلا نمیتونم بیام مثلا فکر کن 1% میومدم همچین صدایی میشنم عصبی میشدم. میدونی همه عادل خدایی یه مقدار سردرد شدید داره، گاهی عادل حوصله نداره اصلا بچه. گاهی نه مادر خیلی وقت من نمیدونستم این دورادور نبینیم به خدا. من نمیدونستم، من خودم عادل رو باور میکنم، خودت دیگه میدونی شرایط من خودم عادل رو باور کنی، مثلا یه نهار میبینم، یه شام، حالا اونم ساعت 12 مثلا 11 شب، مگر اینکه مهمون داشته باشم، مگر اینکه مهمونی بخوایم بریم، اونم همیشه آخرین نفر ما هستیم یا نه تو مهمونی‌ها، به خاطر اینکه عادل سر کاره دیگه، همه شرایط ما رو میدونن. خلاصه که اینطوری دیگه بچه‌ها، ولی خیلی قربون صدقت رفتن گفتن که ما همه جوره ولی مامان تو دوست داریم دیگه، این اخلاق قدیمیشو بذاره کنار. من دیگه به هیچ موقع الان تا 3 سال به صداره دیگه نمیگم بچه بیاره، خدا، چون من عاشق بچه بودم، بچه را آوردم 6 تا، ولی خدایی الان هر یه دونه بچه هزارون داره. ولی دیگه چیکار کنم دیگه، ناچار میم قصه را تحمل کنم، این بچه ها را دیگه دوست دارم. حالا دیگه شد اینجا، خدا تو رو ستاره خود دیگه به ستاره نمیگم، اتفاقا خودم خونه خودم به همین بیارم برام؟ نه همین چی میگن، فکر کردم گفتم دیگه به ستاره هیچ حرفی، چون پیروز یه مشکلاتی برام پیش اومد، از یه دونه بچه نشستم زار گریه کردم، گفتم ستاره من دیگه بهت میگم هرگز بچه نیار، خودت میدونی هر موقع عادل راضی شد برای خودتون بچه بیاره. اگه واقعا آخه اینجوری نمیشه، من اینقدرم خودخواه نیستم بگم خودم چون نمیخوام، نه، ولی واقعیتش اینه که عادل اصلا، یعنی هر دوتامون دیگه باید 2 نفر بخوان دیگه، جدا از هزینه مالیا. اون یه چند روز پیش استوری گذاشتم که ماشینمون خراب شده تعمیرگاهه و استرس این که چقدر هزینه شد، چه جوری با حالا پرداخت کنیم و اینا، بعد زد و موتورمونم چیز شد، باتریش خوابید. بعدن این گیرودار تازه عادل حقوق گرفته بود، ما داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم چی بخریم چی نخریم، هیچی دیگه، اون حقوق رفت برای موتور، ماشینم که حالا تعمیرگاه به امید خدا ببینیم چقدر هزینه‌اش میشه. میدونی این هزینه‌ها چیزایی که الان به آدم استرس وارد میکنه، یعنی نمیتونی چیزی اضافه کنی، از این بابت خوشحال دیگه نیستی. خدایی هزینه‌ها که خیلی بالا، من همیشه خدا را هزار بار شکر میکنم، میگم خدایا ما این یه ذره حقوق داریم، کسایی که ندارن چیکار کنن؟ دوستان بر مامان آب آوردیم تا سرفه میکرد. خب اینو من یکم نمک زدم به خاطر اینکه این بادمجون بیدونه است، خیلی هم شیرین و خوشمزه است، ولی خب این آبی چون از خودش نداد، من نمک زدم که بتونم بگیرم که مثلا یه کوچولو تلخ نشه، ولی تلخ نیست، چون چیزش کردم، چون درست کرده بودم. الان بادمجان تلخ نیست. آره چون بادمجان ظریفه خوشگله، بزرگ بادمجان نیست. آره کوچولو گرفته بودم، اول می‌خواستم باهاش غذای دیگه درست کنم، بعد گفتم ما بهتون قول دادیم که کوکوی بادمجون درست کنیم. کوکوی بادمجون خیلی خوشمزه باشه، هم با نون خوشمزه هم با برنج
خیلی خوشمزه. چون دست مامان درد میگیره من دیگه گفتم خودم رنده میکنم، چون واقعا اینجوری یه ذره خطرناکه. سخت. آره منم به خدا بچه یه ذره دستم یه ذره زخم باشه یا یه ذره بریده باشه مگه آره چون قندارم اصلا دو ماه بعد خوب میشه یا 3 ماه بعد خوب میشه. الان بخار دست من سوزون ولی یک هفته همینجوری سوزش میکنه یه ذره، ولی همین یه ذره من سوزش میکنه. بعد 3 روز پیش افتادم، چی افتادنی چی قشنگی افتادم ساعت 9 قشنگی. خودم تعجب کردم مریم جو. رفتم پیاده روی، گفتم برم پیاده روی، رفتم خانم تو پیاده رو افتادم. اصلا چجوری ماشین تصادف کنه ملق بخوره، 3 بار من ملق خوردم. گفتم خدایا من ملق خوردم، تمام اعضای بدنم همه درد میکنه ولی هیچ زخم. معجزه خدا بود. خدا شاید معجزه خدا. الان 3 روز همینجوری بی حال میخوابم ولی تمام اعضای بدنم انگار چجوری چوب بخورم، چوب خوردم. بعد افتادی دیگه. بعد افتادم خیلی بده، ولی خدا را شکر معجزه خدا اصلا یه ذره جام زخم نشد، نه پا نه دست. خدا را شکر. این مرحله انقدر بدم میاد پیاز کسی بگوی من چه کنم؟ نه باز من اشک میاد چشمام. چیز مواظب آخرین نظر. خب بچه‌ها این بادمجونو بیاین جلو. بادمجونو قشنگ چیز کردم، درشتنده کردم، پیاز رو ریز که بعد موقع آب گرفتنش آره دیگه چیز نشه، اینجوری دون نشه. این از این باشه. پیازه که آب نگیریم بهتره، ولی چون بادمجون شوله مثلا هر چقدر تو مثلا تو تابه بریزی خودش رو باز میکنه. اون بخاطر اون آب و پیاز میگیریم که مثلا خشک بشه. خب اینم از این. حالا ببین آره ببین وقتی نمک بهش اضافه کردم به چیز افتاد. ببین اینجوری قشنگ آب گرفته شد. خب این دیگه دستم تمیزه. اینجوری آب. آره میشونم البته تو صافی هم بندازم. نه تو خوبه. اینجوری راحت. دیگه تا آخرین لحظات میده. خب عالی. من یکی از همسایه‌هامون اونم خیلی کوکوی بادمجون خوشمزه درست میکنه. حالا جدا از تخم مرغ فراوان بهش آردم میزنه. اون آرد حالا به خاطر بافتشه فکر کنم. آره آرد زنه که مثلا چی بگویه وانیشه. آها به خاطر وانیشه. آره. خب اینم از این. حالا دیگه تخم مرغ ادویه زرچوبه رو فقط یادم رفت بیارم. خب من نمیشه 2 تا نمک آوردم. یه ذره چیزم به زرچوبه. خب من تخم مرغ هم میدونه اضافه بیارم، شاید کم بود. چشمام اصلی شد. خب ادویه‌ای که میزنی مامان زرچوبه چشمی. آره چشمی. آره چقدر بسه؟ بسه. آره. خب نمک چون یه ذره به بادمجون از قبل زدم یه ذره اینو کمتر میریزم. آره بسه. آره. تخم مرغ هم این هم فلفل. این غذای گیاهی و خوشمزه است دیگه. اونایی که اهل گوشت و مرغ و اینجور چیزا نیستن میتونن خدایی یه بار درست کنیم بعدا همیشه درست میکنیم. خیلی خوشمزه. ما سیر و اینا که نمیزنی؟ نه سیر نمیزنیم. اون سلیقه ای حالا سلیقه هر کی دوست داره خوری بزنه، ولی نه پیاز خوشمزه تره. پیاز خوشمزه تره. من 4 تا رو میریزم. آره بذار هم بزنیم. باش بس. آره بخوای سخت بده من هم بزنم. اینجوری دیگه مام به اون درجه رسیده که به من میگه چیکار کنم من انجام میدم. سراش پز مادر فکر کنم اما بسه یا آره بسه. چه آب بگیفتی آخه اون حالا خوری بگرده چه قشنگی. بعضیا اینو میکس هم میکنن داخل دستگاه، ولی فکر کنم اینجوری خوشمزه تره. اونجوری سیمین یه آموزشی داده کوکو که با دستگاه رنده کرد درست کرد. تو اون شب بودی خونه‌شون؟ آره. مثلا اونجوری که باید باشه مثل همیشه نبود. نه خوشمزه نبود. سیمین همین کایزه خوشمزه نبود. ببینید با آسیاب چون میکنی اصلا یه حالت پودری میشه، ولی اینجوری رنده میکنی مثلا طعم بهتری میگیره. بابای میتونه اتو دوست داره. رنده بزنی بهتر دوست داره.
سیمین خانم خاصی خور راحت کنه دستگاه در دستگاه میاد. در کلاس میخواست بذاره برام و هیچی. خب تاوه رو بذاریم داغ بشه، روغن بریزیم. بچه‌ها دوست عزیزم به من سبزی خوردن داد، دستش در نکنه. محلی خیلی خوشمزه. این دوست عزیزم خیلی با محبته. خدا پدر مادرش بیامرزه، مادر شوهرش بیامرزه. اون دیروز به من داد، من چیکار کردم؟ خواهرم اومد درست کرد با اکرم جون، دیگه نصف اکرم جون برد. امروز به من داد، گفتم این نصف دیگه مال خواهر منه. صدا رو چونم دوست داری بگی. قربونت برم. شایی قربونت برم. مامان دلش نمیاد یه چیزی رو تنها بخوره. نه بگی. آره زیاده. تو چی مریم جان؟ نه مرسی. بخور. بچه‌ها تاور گذاشتیم قشنگ داغ بشه، روغن هم ریختیم. الان حالا میتونی از این نازک‌تر هم به نظر آره. میخوای نازک‌تر از این بریزم؟ نه از کلا هم خوب است داره تو خوب. اونی مرا پلا خوردن نان خوردم مزه. آره این بزلیت داری بخور نان مرا. اینم از حالا چون باید بپزه من درش رو میبندم. یه طرفش سرخ شد، طرف دیگه‌ش رو سرخ میکنیم. آره. این سرش داشتی. آره. خب بچه سبزی خوردن چیکار کنیم؟ میخوایم پاک کنیم. آره میخوایم پاک کنیم. یه نخوای کو. چرا دیره نمیاد تو جایی نخوای. من کاری ندارم. نه والا میخوای زره پاک بشه. یه ذره پاک کنیم والا. ولش کن اصلا برام فردا فدیقه خانه پاک کنم. والا آقا من کار ندارم. آخه سخته خورد چه. والا بمیشه خیلی سخته. نه سلام بچه‌ها، خوبین؟ خوشین؟ حالتون چطوره؟ جانتون قش؟ ما در حال خوردن هندوانه شب یلدای ماما شما یلدای یخچال سراره از موسیقی خوبی اینو نگه دار. ولی چی هندوانی است بجا اینجا هندوانه تازه رفتی تو باغ چی دی آوردی که داری میخوری؟ خیلی خوب، خیلی شیرین خوشمزه. جاتون سبز. جای شما خیلی خالی. آره ما جای سید خانم خالی، جای سیما خانم بناز جان خالی، جای کوبیدی صداره، اصلا کلن صداره دوستان با محبت خیلی مهربانه. یه نفر من شما نظر دید گفت تو مادر صداری؟ گفتم آره. گفتم تو کجا من نمیشه؟ فلوره بگذار صداره فلوره ایمه فلوره صداره جون خالص خوشحال شدید. خیلی شما دیم بگذارم شما همه با ما اصلا دوستای صداره خدایی همه با محبت خدایی همه اصلا دیگه اسم من بلد نیستم خدا اسمای ببرم ولی همه با محبت. آره همه انرژی مثبت، دستتون در نکنه بابت خوش اخلاق میذارین. آره خوش اخلاق مهربان به خدا. واقعا ما بعد هندوانه چه حسی داری؟ سلبریتی شاید خودت شدم سلبریتی شدی. چه حسی داری؟ معروف شدی یعنی معروف. انشالله بیشتر از این معروف بشی. خیلی خوشحالم. انشالله والله خدا خیلی خوشحال بشی مادر من. انشالله که خداش تی دوستانم بدره به حقیقت تی دوستانم را به سر بلند بگده دی والله خدا. اول خدا، دوم دوستای شما، دوستای مهربان با محبت به خدا. یه شما بازار دیم اینقدر خوشحال شده خودشم خیلی خوشحال شد مرا دید. آره شما را دینیم خیلی حس خوب، چون خدادن حس خوبی داری. اولم شما را دینیم حس خوبی داری، خیلی با محبت خیلی مهربان. الان بعد از هندوانه بچه کوکو خوری داریم. کوکو هم در حال سرخ شدن، یه طرفش سرخ شد دیگه. اینجا دستمال هم گذاشتیم که روغنش چون زیاده اینا یه طرفش اصلا سرخ شد. اینجا روغنش کشیده بشه. استرس گرفته بودم، مامانا داشتن حرف میزدن کوکو نسوزه. آره آره ولی نه نسوخت. یه سمتش نسوخت. مرحله بعدیشو می‌ریزیم. عالی دستور پختن. استرس من کشی اون نسوزه. نه خیلی ما شما بیاسم. نه خب بچه ها من یکم سماق از سردش گرفتم، یعنی گرفته بودم دیگه، تازه که نرفتم. تابستون رفته بودیم با امیر جون
خونه پرشنگ عزیزمون از اونجا سماق گرفتیم. من اولین بار بود که این سماق رو میدیدم، حالا شاید خیلیاتون دیده باشین ولی اونجا من اولین بار بود که میدیدم. ببینید حالت دونه دونه است ولی طعم خیلی خوبی داره، نمکیه. بعد مامان، من نمیدونستم اصلا سماق خورم خیلی نیستم ولی اینو که دیدم پرشنگ گفت ما اینو به عنوان مثلا میان وعده حتی مدرسه میبردیم، مثلا دندون میزدیم، خیلی مثلا چیز بامزه و اینا. دیگه تست کردم خیلی خوشم اومد، واقعا خوشم اومد. یعنی گرفتم. حالا مامان اینو به یه روش دیگه میخوره. مامان اینو دم میکنه، میگه حالا بر هضم غذا. هضم غذا خیلی خوبه. من این مادر عروس گلم به من داد، بعد من آوردم تقسیم کردم، خیلی به من داد، مثلا به اندازه 1 کیلو بیشتر به من داد. من آوردم به داداشم دادم، به خواهرشوهرم دادم، به این یکی عروس گلم دادم، به خیلی بچه ها دادم، بعدا به خواهرم دادم، به دوستام دادم. آره پربرکت. و یه ذره ثابته مادر عروس گلم به من داد. اون من اصلا بچه یه قاشق میرزم غذا اگه این وقت دیاد بخورم مثلا من اذیت بکنه، یه قاشق اینقدر هضم غذا، مثلا هضم غذا خوب میکنه، مثلا هضم غذا خوب نه غذا رو هضم میکنه، غذا رو هضم میکنه بچه. من تو بچه‌ها من یه چیزی میگم شما ناراحت نشین، بعد میگن به بعضیا بهشون برمیخوره تو یه چیزی میگی ما نه خور کردم بچه. نه ما به خنده میگیم فکر کنید داریم مسخره میکنیم، نه داریم شوخی میکنیم با هم. نه من حالا اینو آسیاب نکردم، همیشه آسیاب شده شو بیرون همیشه خریدم، ولی اینو میخوام با این دستگاه قهوه سابی که علی بهم داده، امیر جون براش گرفته، اینو آسیاب کنم ببینم که قشنگ پودری میشه یا نه، چون خیلی سفته، دونه داخلش خیلی سفته. آره. ما همیشه اینو دم کردیم، منم مثل مامان دمش کردم، ولی مثلا بعضی غذاها اینجوری سماق میریزن، میخوام ببینم پود میشه یا نه. رو ببینیم دیگه. میشه عالیه، تو خورده کنه. مامان میشه. اینجوری سفته داره ولی تو اون آخه میدونی مثلا وقتی اینو دم میذاری بازم باید نرم بشه ولی داخلش نرم نمیشه. ولی آخه این دستا خوبه، دستا انجام در نکنه، دستا انجام در نکنه. امیر الان میبینه میگه تو خیلی هر کی هرچی داره ازش میگیری. نه بابا جان، من علی گفتم احتیاج دارم ولی دلش من داد به دوره استفاده کن. امیر جان گیری نیست، امیر جان مهربانه. بس امیر عصا یه ذره به منم بده، بقول یه ذره بده برای بخور. خیلی باحال بچه خدا شاهده هضم غذا. یه بار اینو بگیرین خودتون یا عصایاب شده بگیرین یا هم خودتون بگیرین دونی عصایاب کنین. اینقدر این هضم غذا برای همه چی خوبه، فشارتون خوبه. یه ذره دیگه مثلا آسیاب بشه پود میشه. الانم پودره ولی به نظرم حالا یه ذره بیشتر میشه. عالی تو انا پودر بگم. قیافشو ببین، قیافش پودر الان پودرش میگم براش. انا خواهرجم پودر رو نصف چون نصف من بچه‌ها غذای خوشمزه ما حاضر شد. دست مامان جون درد نکنه بابت آموزش این غذا. امیدوارم دوست داشته باشید، درست کنید تا لذت ببرید. خب در اول میدم گله. سلام بچه‌ها، خوب هستیم؟ من سر کار اومدم شام بخورم، دیدم شام کوکوی بادمجونه. حالا من زیاد دوست ندارم ولی چون مامان درست کرده حالا یه دونه میخورم. افتخار میدیم. جان سلام علیکم، حال شما خوب هستیم بچه؟ کوکوی ما آماده شد. خوشبختانه می دامادگله دوست نداره ولی با من حال میگه یه دونه میخورم. دست شما آره یه دونه تست میکنه، دست شما در نکنه. امی ستاره جان حمایت بکنید، شما دست در نکنه. خیلی ممنون که ما رو حمایت کنید. شما خیلی 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 دوستای با محبتی هستید. یک دنیا از شما ممنونم. جای شما خیلی اینجا سبزه، جای شما هم خالیه، جای عروسای گل منم خالیه، عروسای گل دخترای گل خالیه. خیلی خیلی از شما ممنونم که ما را حمایت کنیم. استاداریم خیلی خیلی حمایت بکنیم. خیلی ممنون، سلامت باشی، قربان شما. خدا قربون شما بچه‌ها، دوستتون داریم. خیلی شما را دوست داریم. به خدا بوسم شما را دیگه.